اومدم محله شوش تهران، یکی از لاتی ترین دیزیای تهران رو بیتا داره. بریم تو ببینیم کار به چیه. اولین جایی هم که ادعاشون میشه تو دیزی گردو میریختن همینجا بوده. با تحقیقاتی هم که ما کردیم فهمیدیم واقعا همینجا بوده. هم دیزی معمولی دارن هم دیزی بزباش. وای دو تا فضای خوب داره برای نشستن، یه دونه طبقه بالا یه دونه هم طبقه پایین. خیلی خفن اینجا به من یاد دادن. من به شما یاد بدم. ببین داری از گردو رو برمیداری با گوجه میریزین این تو، دنبرم جدا میکنی، بعد میکوبیم. این فن دیزی خوبی اینجاست. ای وای من اگه میشم اینو با آب قاطی نکنید. بعدش که تیلیت کردیم نیل میکنه. من خودم بلدم بکوبم ولی اینا چون شب تا صبح تا شب میکوبن من دیگه اینجا حرفی برای گفتن ندارم. بعد اینکه تیلیتو زدیم به گوش کوبیده میرسیم. یه دستتون هم همیشه سبزی باشه تو دیزی خوردن، یه دستتون هم لقمه. بعد دیزی چایی میچسبه با تو کامنت برام بنویسید. هوا بد دله.